ما با هر تجاوزگر خاطر نشان می سازیم که هر کسی اگر به چشم کج سوی افغانستان سعی بکنه به انجام مواجه میشه که امروز آمریکایی ها مواجه شدند. امارت اسلامی افغانستان با آمریکایی ها از راه دیپلماتیک روابط حسنه میخواه. اگرچه آمریکایی ها اینجا شکست خوردن، ناکام شدن، در بخش نظامی نتانستن به اهداف آمیال خود برسن، ولی امارت اسلامی افغانستان به نمایندگی از ملت خود باز هم میخواه که با تمام دنیا روابط حسنه داشته باشه، روابط قوی دیپلماتیک داشته باشه. در این زمره آمریکا هم آماده میتونه. ما میخواهیم با در آینده با آمریکا هم روابط خود را پس آهسته آهسته حسنه بسازیم.